سلام به همه. به پرووایدر خوش آمدین. امروز میخوایم به موضوع بپردازیم که دال تغییر صنایع و زندگی شخصی ماست، خدمات کامپیوتری ابری. تا حالا فکر کردین که ابر دقیقاً چیست یا چرا همه شرکت ها طرفش میرن؟ در پایین ویدیو متوجه میشین که خدمات ابری چیست، انواع اصلیشان کدام هستند و چی مزایای واقعی دارند. در سال 2024 استفاده از ابر یا کلاود فقط یک واژه مدروز نیست، یک فناوری انقلابی است که دنیای دیجیتال ما را به پیش میبره و او را به عنوان نیروی معرکه که پشت اکثر اپلیکیشن ها یا پلتفرم هایی که استفاده میکنین در نظر بگیرین. اما چرا باید برایتان مهم باشه؟ خب، خدمات ابری شیوه کار شرکت ها را متحول کردن، از کار از روی دور گرفته تا ذخیره سازی انعطاف پذیر داده ها. خدمات ابری چیستن و چرا اهمیت دارند؟ اول از همه خدمات ابری خدماتی هستند که از طریق اینترنت ارائه میشه. به جای داشتن سخت افزار خودتان میتونین از قدرت مراکز داده شرکت های بزرگ مثل AWS، مایکروسافت آژور یا گوگل کلاود استفاده کنین. سه نهاد اصلی وجود داره که باید بدانید. برخی دستبندی های محبوب خدمات ابری را دربارش گپ میزنیم. ذخیره سازی ابری مثلا در دراپ باکس برای ذخیره فایل ها به صورت قدرت پردازش با AWS EC2 برای پردازش داده‌های عجیب و نرم افزار به عنوان خدمات CAS مثل زوم برای جلسات از راه دور، یا کلش بخش از اکوسیستم هستند که دنیای دیجیتال ما را فعال نگاه میکنن. چرا شرکت ها به سمت خدمات ابری میرن؟ مزایای زیادی دارن. مقیاس پذیر هستند، یعنی میتونین بسته به نیازتان مصرف کم زیاد کنین. ارزان هستند، شرکت ها از خرید سخت افزارهای قیمتی خلاص میشن. مورد دیگه هم امنیت است. ارائه دهندگان این خدمات حفاظت پیشرفته را میتن که بتونین خودتان فراموش کنین و مهمتر از همه که دسترس پذیر هستند. میتونین فایل ها را با برنامه خود از هر دستگاهی که به اینترنت وصل است اجرا یا مشاهده کنین. این موضوع برای شرکت ها مهم است چون که خدمات ابری بسیار عملی هستند برای پشتیبانی از کار از راه دور. به شرکت ها انعطاف پذیری میتن تا مطابق نیازشان تنظیم شوند. پشتیبان قابل اعتماد از داده را برشان فراهم میکنند. حالا این ابر برای شما مناسب است؟ برای بسیاری بله، اما باید داشته باشین که امنیت داده را در نظر بگیرین. ارائه دهندگان اصلی گزینه‌ای را ارائه میکنن، اما کنترل دست شماست. هم از این خدمات ابری در حال متحول کردن جهان ماست. اگر دوست دارین بیشتر یاد بگیرین به لینک بلاگ ما در پایین ویدیو مراجعه کنین. Where we go deeper into each topic, from specific platform reviews to hands-on guides.